بصری رحمت الله تعالی علیه زمان یه زنی آمد شکوه و شکایت پیشش که همسرم میخواد سر من حبو بیاره، میخواد برای من همباغ بیاره، به قول معروف من زیبا حسین جمیل، کاش میشد من پرده رو کنار بزنم شما ببینید من زیبا هستم، من کدبانو هستم، من تو خدمتش کم نگذاشتم، من هرچی تونستم خدمتش کردم، من نمیدونم از من بهتر کجا میخواد گیرش بیاد که سراغ یکی دیگه رفته. حسن بصری رحمت الله تعالی اینها رو شنید، یه حالتی به او آمد، یه حالت ضعف و یه حالت بیخودی. بعد یک از شاگردان پرسید چی شد حضرت؟ گفت این زن داره شکوه میکنه که با وجود زیبایی من، با وجود محبت من، با وجود همه خوبی های من چرا دنبال غیر من افتاده. اگه یک روز در میدان محشر الله تعالی از حسن بصری سوال کنه الیس الله بکاف عبده، حسن بصری من برات کافی نبودم؟ محبت من برای تو کافی نبود؟ دل دادن به من برای تو کافی نبود؟ من محبوب خوبی نبودم؟ مگر من چه کم داشتم که تو سراغ غیر من رفتی و از غیر من خوبی ها رو، سعادت ها رو، عزت ها رو، راحت ها رو خواستی؟ اونجا من جواب الله تعالی رو چی بدم؟ این زن ممکنه نظیرش، ندش، همتاش، هم مثلش گیر بیاد، ولی با وجود این احساس میکنه که نباید به من این بیوفایی میشد. ولی ذات الله تعالی که لیس کمثله شیء، در ذات و صفات مثل او نیست، ولم یکن له کفوا احد، نکره تحت نفی واقع شده، فایده عموم میده. الله تعالی نه در مشرق، نه در مغرب، نه در آسمان، نه در زمین، نه در بحر و نه در بر، هیچ جا کف و همتایی مثل الله گیر نمیاد. انسان هرچی دنیا رو از دست بده میتونه یه چیز عوضی، بدلی، جایگزینی براش پیدا کنه، با یه چیز دیگه جای خالی اونو پر کنه. ولی انسان اگر الله را دست داد، چی رو میتونه جایگزین محبت الله تعالی بکنه؟ این جای خالی رو با چی میتونه پر کنه؟ والله هیچ چی نمیتونه پر کنه.